بچه دومم که به دنیا اومد دیدم یه چیزایی در مقایسه با وقتی که بچه اولم به دنیا اومده بود متفاوته. مثلا واکنشم نسبت به گریه‌هاش یه جور دیگه بود. یا منی که وقتی بچه اولم تب میکرد به شدت به هم میریختم و شروع میکردم به سرزنش خودم، حالا اینطور نبودم و در کل داشتم یه جور دیگه مادر بودن رو تجربه میکردم. اولش فکر کردم همه اینها به خاطر تجربه است، ولی بعد که دقیق تر شدم دیدم یه چیزی درون من تغییر کرده بود و تو شرایطی که هیچ تجربه هم ازشون نداشتم داشتم با آرامش پیش میرفتم. سلام، من مادر یک پسر 7 ساله و یک دختر 2 ساله هستم و میخوام اینجا حرفهایی رو بگم که وقتی پسرم رو باردار شدم آرزو میکردم ای کاش یکی اینها رو به من میگفت. اولیش اینه که وقتی مادر آروم باشه دنیاش هم آرومه و بهتر میتونه به بچهش رسیدگی کنه. من وقتی پسرم به دنیا اومد همش دنبال مقالات، پیج‌ها یا سایت‌هایی بودم که به من بگن که چه بازی‌هایی باهاش بکنم که هوش اجتماعیش بره بالا، حرف زدنش تقویت بشه، مهارت‌های حرکتیش بهتر بشه، یا چی بهش بدم بخوره تا سالم‌تر باشه، بهتر وزن بگیره، چطور باهاش رفتار کنم که در آینده عزت نفس بالایی داشته باشه، مهارت حل مسئله داشته باشه، بتونه دوست پیدا کنه، مستقل باشه و کلی مهارت‌های دیگه که خودتون قطعا بهتر میدونید. و توصیه‌هایی که اطرافیان به من میکردن هم در همین راستا بود. مراقبین سلامت بهم میگفتن که قطره آهن و مولتی ویتامین رو حتما هر روز بده. دوستان میگفتن که به هیچ وجه نذار تلویزیون ببینه و با گوشی بازی کنه. خانواده میگفتن که براش فلان سوپ و فلان غذا رو درست کن تا قوه بگیره. پیج اینستاگرامی که فالو کرده بودم میگفتن که مادر حتما باید روزی 2 ساعت با فرزندش وقت بگذرونه تا مهارتاش تقویت بشه. تو سنین مختلف که برای پایش فرزندم سرچ میکردم میرسیدم به سایت هایی که اسباب بازی های مختلف برای رشد هوشی و حرکتی بچه معرفی میکردند و توصیه های مختلف در این رابطه که چطور با فرزندت حرف بزنی و چطور بازی کنی. حتی کتاب که خریدم فقط در رابطه با اینکه نوع رفتار والد با فرزند چگونه باشد بهتر است گفته بود. کتابی که به اسمش میومد برای مادرها باشه. خب من به این توصیه ها عمل کردم و پیش رفتم و خیلی هم خوب پیش رفتم. پسرم خیلی زود به حرف اومد چون براش هر روز کتاب میخوندم، شعر میخوندم و عروسک بازی باهاش میکردم. به موقع راه افتاد چون هر روز ماساژش داده بودم و مهارت‌های حرکتیش رو تقویت کرده بودم. خیلی خوب با همه ارتباط برقرار میکرد و بچه خوشرویی بود به گفته اطرافیان و همینطور شیرین زبون. شعر که براش میخوندم تو ذهنش میموند و تکرارش میکرد. آهنگی که میشنید زود حفظ میشد و بچه‌ای بود که بابت پرورشش تحسین میشدم و بهم میگفتن که همه اینها به خاطر تلاش‌های توئه و این جمله حال من رو بد میکرد. یکم که گذشت برام سوال پیش اومد که چرا تحسین دیگران حال من رو بد میکنه؟ چرا با تمام این اتفاقات خوب و شرایط خوبی که توش بودم بازم حالم بد بود؟ چرا وقتی بچم مریض میشد انقدر دچار عذاب وجدان میشدم؟ من همیشه دوست داشتم برای توسعه فردی مطالعه کنم و این کار حالمو خوب میکرد و وقتی بچه دار شدم این کار شد اولویت آخر من و فقط وقتی میرفتم سراغ مطالعه تو این زمینه که مطالعاتم در زمینه‌هایی که گفتم تمام میشد. با پسرم بازی میکردم، 2 ساعت تایم میذاشتم، خیالم از بابت به موقع غذا خوردن و کامل غذا خوردنش راحت میشد. مطمئن بودم که داروهای تقویتیش رو خورده و بعد میرفتم سراغ مطالعه برای ارتقای شخصی خودم و خب زمان خیلی محدودی رو میتونستم به این مقوله اختصاص بدم. اما همون مدت زمان محدود این رو به من فهموند که اولین چیزی که یک مادر نیاز داره آرامش ذهنشه. چون میدیدم روزهایی رو که با بی‌حوصلگی با بچم بازی میکردم و اون میفهمید. روزهایی که مسائلی بودن که کاملا خارج از کنترل من بودند و من رو اونقدر به هم میریختند که نمیتونستم برای بچم وقت بذارم. روزهایی که از علایقم دست کشیدم و حالم بد شد چون ارزش‌هام رو نمیدونستم. روزهایی که یک گفتگوی ساده حالمو بد میکرد و نمیدونستم چی تو این گفتگو حالمو داره بد میکنه. و من به این نتیجه رسیدم که وقتی مادر برای خودش وقت بذاره میتونه تمام اون توصیه ها رو عملی کنه و برای رشد فرزندش به صورت مؤثرتر وقت بذاره.
میخوام براتون بگم که بعدش چه مسیری رو طی کردم و حرفایی رو که خودم یه روزی آرزو داشتم یکی بهم بزنه رو براتون بگم.